او برای اولین بار به عنوان سرایدار در یک بیمارستان روانی شروع به کار کرد، اما در روز اول با دختری آشنا شد که تازه و منحصر به فرد بود. متاسفانه آن دختر در واقع یک بیمار تحت درمان بود، بنابراین او فقط میتوانست با ناامیدی رویش را برگرداند. سرایدار نمیدانست که این دختر پابرهنه زندگی او را کاملا تغییر خواهد داد. جی آن شب پس از کار به طور اتفاقی از کنار یک بخش عبور میکرد که ناگهان فریادهای دختر را برای کمک شنید. با عجله وارد اتاق شد و دید که یک پرستار مرد سعی دارد به دختر تجاوز کند. جی با عصبانیت به جلو حمله کرد و حساب پرستار را رسید، اما دیزی که از ترس غرق شده بود مدام عذرخواهی میکرد. جی پس از آرام کردن دیزی با عجله بیمارستان را ترک کرد، در حالی که دیزی محو گرمای نادری که تازه تجربه کرده بود و برای مدتی نتونست از آن بیرون بیاید. مدتی پس از رفتن جی، دیزی مخفیانه او را دنبال کرد. جی در ابتدا نمیخواست فشاری به خود بیاورد، اما پس از گفتگوی کوتاهی با دیزی متوجه شد که او به اندازه اکثر بیماران روانی عجیب رفتار نمیکنه. بنابراین از او پرسید که چرا کفش نمیپوشد. آنها پاهایم را درد میآورند. جی در دل آهی کشید و متوجه شد که ممکن است بیش از حد فکر کرده باشد. او به سرعت دیزی را ترغیب کرد که به بیمارستان برگردد. اما در آن لحظه دیزی ناگهان شروع به نفس زدن کرد و بسیار مضطرب به نظر می رسید. پس از اینکه مقداری پول برای سفر به خانه به او داد، برگشت تا برود. با این حال او فقط چند قدم راه رفته بود که متوقف شد. جی با نگاه به چهره دیزی پر از انتظار و درماندگی احساس کرد که قلبش نرم شده است. او نمیتوانست او را این گونه رها کند، بنابراین تصمیم گرفت با خانواده دیزی تماس بگیرد، اما با کمال تعجب متوجه شد که او هیچ خویشاوندی نداره. درست زمانی که احساس میکرد گیر افتاده است، ایده جسورانه ای از ذهنش گذشت. آیا این دوست دختر ایدئالش نبود؟ در واقع جی زمانی یک عیاش معمولی بود و از یک خانواده معتبر نیز بود. چون تمام وقتش را صرف عیاشی میکرد، پدرش که از سبک زندگی بی‌ملاحظه او خسته شده بود، تمام دارایی‌هایش را مسدود کرد و او را از خانه بیرون انداخت تا سختی‌های زندگی را تجربه کند. بدهی زیادی بالا آورد. وقتی طلبکاران به سراغش آمدند، با آنها جنگید که منجر به زندانی شدنش شد. در نتیجه او به عنوان سرایدار در بیمارستان روانی مشغول به کار شد. جی که ناامید از فرار از مخمسه و پرداخت بدهی‌هایش بود، تصمیم گرفت از پدرش کمک بخواهد. او با بهانه بودن در عروسی برادر کوچکترش درخواست بازگشت به خانه کرد. با این حال پدرش یک شرط گذاشت. او باید یک دوست دختر با خود می‌آورد و حالا دختر زیبایی که روبرویش بود ممکن بود فرد مناسبی برای بردن به خانه و آرام کردن پدر سختگیرش باشد. جی فکر می‌کرد تا زمانی که کم صحبت کند ممکن است بتوانند از پسش بر بیایند. اما در کمال تعجب در اولین پروازش دردسر زیادی درست کرد. وقتی به دستشویی رفت نمیدانست چطور با توالت کار کند و تصادفاً خودش را داخل اون حبس کرد. بعداً در حالی که جی در حال استراحت بود، یواشکی وارد قسمت فرست کلاس شد و غذای شخص دیگری را خورد. یکی از مهمانداران متوجه رفتار غیرمعمول دیزی شد. در همین حال دیزی هنوز از احساس نادر اینکه کسی از او مراقبت می‌کند غرق در لذت بود. وقتی به صندلی خودش برگشت، نتونست جلوی خودش را بگیرد و از جی در مورد سخنان مهربانانش که قبلا گفته بود سوال نکنه. با اینکه پاسخ جی سرسری بود، قلب پاک دیزی هنوز پر از شادی بود. مادرش یک بار به او گفته بود که هیچ کس هرگز دوست دختری مثل او را نخواهد پذیرفت. پس از یک سری فراز و نشیب بالاخره به مقصد رسیدند. با نگاه به عمارت بزرگ، دیزی نگران شد. جی با صدای آرامی به او اطمینان داد و به او گفت که تا حد امکان کمتر صحبت کند. همینطور که وارد خانه می شدند، مادر جی با شور و شوق زیادی از آنها استقبال کرد، تا حدی به این دلیل که پسرش بالاخره پس از مدت‌ها برگشته بود. این اولین باری بود که عروس آیندش به دیدنشون می آمد. با این حال دیدن پاهای برهنه دیزی مادرش را گیج کرد. خوشبختانه جی به سرعت و با مهارت موضوع را عوض کرد و با موفقیت توجه مادرش را منحرف کرد. دیزی با چهره شیرین و جذابش کاملا مادر جی را مجذوب خود کرد. حتی پدرش هم از او خوشش آمد، آنقدر که حتی متوجه پاهای برهنه‌اش نشد. با فرار رسیدن شب، شام خانوادگی آغاز شد. جی مستقیما افکارش را با والدینش در میان گذاشت و به دروغ گفت که در بیمارستان شغل مهمی داره و برای یک پروژه جدید به سرمایه گذاری نیاز داره. با این حال پدرش نیت واقعی جی را فهمید و رک و پوست کنده اشاره کرد که تنها چیزی که واقعا میخواهد پول است. جی ساکت ماند و فضا متشنج و ناخوشایند شد. دیزی شجاعانه قدم جلو گذاشت. او در واقع یک نقشه خوب دارد که بعداً در موردش حرف میزنیم.
کلمات او مانند نسیم ملایمی بود که ماهرانه درگیری غریب‌الوقوع بین جی و پدرش را خونسا می‌کرد. جی نمی‌توانست تحت تأثیر شوخ بودن دیزی قرار نگیرد. بعد از شام، جی با دقت دیزی را تا اتاقش همراهی کرد و در آن لحظه نگاه جدیدی به این دختر خاص انداخت. در آن لحظه، جی متوجه شد که دختر روبرویش نوری بی‌همتا از خود ساطع می‌کند و این درخشش بی‌نظیر، بی سر و صدا احساسات را در قلب جی کاشت. کمی بعد، جی به دنبال پدرش رفت. اگرچه پدرش هنوز در مورد مسیر کارآفرینی جی مطمئن نبود، اما فصاحت جی سرانجام او را متقاعد کرد. پدرش موافقت کرد که پس از پایان عروسی برادر جی پول را به حساب جی واریز کند. با این حال، صبح زود روز بعد، مادر جی با عجله او را از خواب بیدار کرد و به او گفت که دیزی رفتار عجیبی داره. او در واقع داشت حمام را تمیز می‌کرد. جی به سرعت دیزی را پیدا کرد و سردرگمیاش بیشتر و بیشتر میشد. از او پرسید که چرا این کار را می‌کند. مادرم گفت اینطوری عاشقت میشه. من فکر کردم فامیل نداری. مادرم فوت کرد چون من کشتمش. جی با ناباوری به دیزی خیره شد. چطور چنین دختر پاک و معصومی میتواند چنین کاری انجام دهد؟ با این حال در چشمان او هیچ اثری از فریبکاری پیدا نکرد. حتی با نزدیک شدن به شروع عروسی برادرش، جی هنوز نمیتوانست احساسات خود را آرام کند. اما چند ثانیه بعد، زیبایی دیزی فوراً توجه او را جلب کرد. لباس طلایی او مانند خورشید صبح، زیبا و درخشان می درخشید. آرایش تازه و ظریف او به پاکی و شفافیت قطرات شبنم بود. در آن لحظه، جی عمیقاً تحت تأثیر زیبایی بی‌نظیر دیزی قرار گرفت. آن زیبایی مانند جریانی گرم به آرامی قلب او را آب کرد. عروسی رسما آغاز شد و دختر کوچکی گلبرگ‌های گل را برای عروس و داماد پخش می‌کرد. اما ناگهان دیزی از جا برخاست. در میان نگاه‌های مبهوت، او شروع به جمع کردن گلبرگ‌ها از روی زمین یکی یکی کرد. جی با متوجه شدن این موضوع به سرعت جلو رفت. دیزی را به آرامی به سمت صندلیاش کشید و با صبر و حوصله آداب و رسوم عروسی را برای او توضیح داد. با این حال، رفتار غیرمعمول دیزی توجه آقای ویلر را نیز جلب کرد. در طول مهمانی عصرانه، در حالی که جی برای چند لحظه غایب بود، آقای ویلر با ظرافت به دیزی نزدیک شد و او را به رقص دعوت کرد. همانطور که آنها با ریتم حرکت می‌کردند، او به طور نامحسوس اما تیزبینانه‌ای در مورد جزئیات رابطه دیزی با جی و وضعیت فعلی جی سوال می‌کرد. هر یک از سوالات آقای ویلر مانند یک تیغه تیز بود که نفس کشیدن را برای دیزی به طور فزاینده‌ای دشوار می‌کرد. اما آقای ویلر از نزدیک او را دنبال می‌کرد. او گفت مجبور است که کجا کار کند و اینکه او یک بیمار است. گردنبند را نگه دار. من دادمش به تو. من میخوام که نگهش داری. این کادوی سالگرد عروسیه. من دادمش به تو. حقیقت همیشه بیرحم است. مانند یک چاقویی تیز است که خیال زیبا را بورش می‌دهد و مردم را مجبور می‌کند با خشونت واقعیت روبرو شوند. اگر رابطه جی و دیزی فاش می‌شد، تنها آینده آنها جدایی از هم بود. کمی بعد، جی آروه قدیمی و ارزشمند پدرش را دزدید. در حالی که آنها رانندگی می‌کردند، دیزی مانند یک کاوشگر در دنیای جدید بود و با کنجکاوی تمام جزئیات داخل وسیله نقلیه را بررسی می‌کرد. برای او، این سفر مانند یک ماجراجویی، یک سفر هیجان انگیز به نظر می رسید. با این حال، در میان شادی و انتظار معصومانه دیزی، قلب جی پر از ناراحتی و نگرانی بود. او قبلاً به دلیل اشتباهات گذشته‌اش به عنوان سرایدار به بیمارستان روانی منتقل شده بود. اگر اکنون به رو بودن یک دختر بیمار روانی متهم می‌شد، مطمئناً تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفت و به زندان فرستاده می‌شد. پس از تفکر زیاد، جی دیزی را به یک ایستگاه اتوبوس عمومی برد. مقداری پول به او داد. به آرامی به او گفت که برای برقراری تماس تلفنی باید کمی فاصله بگیرد و از او خواست که آنجا منتظر بماند. دیزی معنای نهفته در کلمات جی را حس کرد، اما تصمیم گرفت به او اعتماد کند، زیرا معتقد بود که او را رها نخواهد کرد. بنابراین دیزی آرام منتظر ماند و جی تصمیم گرفت بدون نگاه کردن به عقب وی را براند و برود. در همین حال، دیزی همانجا ایستاده بود و اسکناس‌های مچاله شده را محکم در دست گرفته بود. حتی در حالی که نگاه‌های کنجکاو اطرافش را احاطه کرده بودند و باد سرد شبانه به پاهای برهنهاش می‌وازید، همچنان تنها منتظر جی بود. وقتی یکی از کارکنان نزدیک شد تا درباره وضعیتش بپرسد،
او همچنان سعی کرد لبخند کوچکی بزند. در همین حال جی با دکتر برتلمن مسئول دیزی تماس گرفت. جی از طریق دکتر برتلمن از گذشته دیزی آگاه شد. مادرش از کودکی او را در خانه حبس کرده بود و او را با حداقل مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی رها کرده بود. دکتر برتلمن هشدار داد: شما باید قبل از اینکه اوضاع بدتر شود او را برگردانید. جی پس از قطع کردن تلفن غرق در پشیمانی و گناه شد. با نگاه به کفش‌های رها شده دیزی در ماشین ناگهان لبخند خالص و معصومانه او را به یاد آورد. قلب دیزی از ناامیدی فرو ریخت. به نظر می رسید جی دیگر برنمیگردد. او پا برهنه روی کاشی‌های سرد راه می‌رفت. در حالی که اشک‌هایش بند نمی‌آمد. او درخواست کمک برای بازگشت به خانه کرد. اما درست در همون لحظه تماس تلفنی دیگه بسه. تماس تلفنی بسه. روز بعد خورشید به روشنی می درخشید. آسمان صاف بود و به نظر می رسید دنیا غرق در گرما و امید است. آنها دوباره به جاده برگشتند. اما این بار کاملا متفاوت بود. جی مسئولیت یک دوست پسر واقعی بودن را بر عهده گرفته بود. چشمانش از عزم و اراده می درخشید. او می‌خواست از دیزی و آینده مشترکشان محافظت کند. در ایستگاه‌های استراحت دست دیزی را محکم می گرفت از ترس اینکه گم شود. او پول کمی که برایش باقی مانده بود را خرج می کرد و اجازه می داد دیزی هر چه می خواهد بخرد. با این حال خبر ربودن یک دختر بیمار روانی توسط یک سرایدار مانند آتش وحشی پخش شده بود. محل اختفای آنها قبلا توسط پلیس ردیابی شده بود. با وخیم‌تر شدن اوضاع آنها چاره‌ای جز فرار نداشتند. اما دیزی کاملا از خطر بیخبر بود. با دیدن ماشین‌های پلیس که پشت سرشان تعقیب می‌کردند، حتی او به پلیس لبخند زد و برایشان دست تکان داد. سرانجام در یک دوراهی بحرانی در جاده، جی با یک پیچ تند با موفقیت از دست پلیس فرار کرد. با فرار رسیدن شب آنها سرانجام یک جنگل خلوت پیدا کردند تا به عنوان سرپناه موقت از آن استفاده کنند. با این حال درست زمانی که جی در یک رویای شیرین غرق شده بود، دیزی ناگهان او را بیدار کرد. تو وقتی خوابیدی صداهای بامزه از خودت در میاری. راستی یک پلیس هم بیرونه. و با عجله به دستشویی رفت تا پنهان شود. دیزی با آرامش در ماشین را باز کرد. در مواجهه با مأمورانی که می‌خواستند وسیله نقلیه را جستجو کنند، او ماهرانه دروغی ساخت و ادعا کرد که دوست پسرش به جنگل فرار کرده است. دیزی با استفاده از فرصت کلیدهای ماشین پلیس را بی سر و صدا برداشت و آنها را به دوردست پرتاب کرد. جی کاملا از اقدامات دیزی گیج شده بود. سخنان دیزی باعث شد که قلب جی گرم شود. او به قضاوت دکتر برتلمن شک کرد. چطور چنین دختر باهوش و دوست داشتنی میتواند یک بیمار روانی باشد؟ در روزهای بعد آنها در طول روز با آرامش سفر میکردند و شبها در آروی دراز میکشیدند و به صدای جیرجیرکا گوش میدادند، در حالی که از قلب‌هایشان به یکدیگر می‌گفتند. با گذشت زمان عشق دیزی به جی عمیق‌تر شد و او آرزو داشت که حتی به او نزدیکتر شود. با این حال جی فقط با یک لبخند ملایم پاسخ میداد و در آن لبخند صداقت نهفته بود. اگر این قبلا اتفاق میافتاد، او میتوانست بدون تردید به اشتیاق دیزی پاسخ دهد، اما اکنون احساسات او نسبت به او صرف فراتر رفته بود. بعداً به یک شهربازی پر جنب و جوش رسیدند، جایی که از سورسورها پایین می‌لغزیدند و آزادانه می‌خندیدند، در حالی که فریادهای هیجانزده دیزی در اطرافشان طنین انداز می‌شد. آنها جلوی چرخ و فلک بلند ایستادند و از غذاهای خوشمزه که دیزی قبلا هرگز امتحان نکرده بود لذت بردند. وقتی سوار چرخ و فلک شدند، انگار وارد دنیای افسانه‌ای شده بودند. انگار تمام نگرانی‌ها و مشکلات در آسمان ناپدید می‌شدند. دیزی متوجه چیزی عمیق شد. او هرگز نمی‌توانست جی را ترک کند. او با محبت عمیق به او خیره شد و به او گفت که این زیباترین روز زندگی او است. حتی روز بعد او نمی‌توانست از فکر کردن به شادی روز قبل دست بردارد. قلبش پر از امید و انتظار برای آینده بود. گویی می‌توانست زندگی درخشانی را که با هم خواهند ساخت ببیند. با این حال به نظر می‌رسد سرنوشت همیشه راهی برای فریب دادن مردم دارد. دکتر برتلمن با جی تماس دیگری گرفت که به او هشدار داد که باید فوراً دیزی را به بیمارستان برگرداند یا با زندان روبرو شود. جی که چاره‌ای نداشت با اکراه موافقت کرد که دیزی را برگرداند. اما دیزی که پشت سرش ایستاده بود قول او را شنید. او به اشتباه باور کرده بود که مردی که تمام این مدت به او تکیه کرده بود در شرف ترک کردن اوست. او جی را به خیانت متهم کرد و با عجله به سمت آروی برگشت، موتور را روشن کرد و در حالی که اشکهایش مانند مرواریدهای خرد شده میریخت، گریه کرد. سرعتش را بیشتر و بیشتر کرد تا اینکه به یک کانتینر حمل بار در جلو برخورد کرد.
خوشبختانه دیزی آسیبی ندید. جی تصمیم گرفت که وقت آن رسیده که گفتگوی جدی با دیزی داشته باشد. دیزی به آرامی درباره گذشته‌اش با مادرش صحبت کرد. او به جی گفت که تا جایی که به یاد می‌آورد هرگز پا به بیرون نگذاشته است. مادرش همیشه به او میگفت که ماندن در داخل امن‌ترین گزینه است. اما مادرش اغلب با خودش صحبت می‌کرد و ناگهان بدون هیچ دلیلی جیغ می‌زد و دیزی را گیج و ترسیده رها می‌کرد. سپس یک شب فریادهای مادرش تمام شب در اتاق نشیمن طنین‌انداز شد. صبح روز بعد وقتی دیزی با احتیاط از اتاقش بیرون آمد، مادرش را بیجان روی زمین دید. با شنیدن این حرف، جی احساس کرد که از خواب بیدار شده است. بالاخره راز دلش آشکار شد. دیزی هرگز به کسی آسیبی نرسانده بود. او همیشه دختری پاک و معصوم بود و دیزی به اشتباه خودش را به خاطر عدم نجات او سرزنش می‌کرد. You didn't kill her. Why do I have to go back to the hospital then? I did want to take you back, but now I don't. I really don't. Am I gonna have to live at the hospital? I don't know. You're not gonna forget. I'm not gonna. جی به آرامی بوسهایی بر لب‌های دیزی گذاشت و آن بوسه هم عشق عمیق جی به او و هم غم خداحافظی را در خود داشت. اشک در چشمان دیزی حلقه زد، اشک بیمیلی، اشک اکراه در پذیرش بیرحمی سرنوشت. آنها به یکدیگر خیره شدند، گویی تمام دنیا محو شده بود و تنها آن دو نفر عمیقاً به هم وابسته بودند. اگرچه آنها کلامی رد و بدل نکردند، اما غم و اندوه و عزم راسخ در چشمانشان بیش از 1000 کلمه گویا بود. در نهایت جی به زندان فرستاده شد، اما خبر زندانی شدن او به سرعت به مادرش رسید. او با التماس از شوهرش خواست که جهی را آزاد کند. با این حال شوهرش مایل نبود. سخنان او مانند جریانی خروشان در قلب آقای ویلر نفوذ کرد و احساساتی را که مدتها در خود فرو برده بود برانگیخت. در نهایت او تصمیم گرفت قدم پیش بگذارد و مقدمات آزادی جی را فراهم کند. به محض اینکه جی آزاد شد، پدر و پسر از دور به هم نگاه کردند. در آن لحظه تمام موانع بین آنها از بین رفت و تنها تفاهم و آسودگی خاطر باقی ماند. جی وقت را تلف نکرد، مستقیما به بیمارستان رفت تا دیزی را پیدا کند. اما دکتر برتلمن با سردی او را رد کرد. او حتی هشدار جدی داد: اگر جی به ایجاد دردسر ادامه دهد، دوباره به زندان خواهد افتاد. اما جی حاضر به تسلیم شدن نشد. عمداً جلوی پلیس روی ریل قطار دراز کشید و وانمود به دیوانگی کرد. همانطور که انتظار می‌رفت، او را به بیمارستان روانی فرستادند. اما دکتر برتلمن فوراً متوجه عمل او شد و بدون هیچ تردیدی پذیرش او را رد کرد. جی حقیقت را در مورد مادر دیزی فاش کرد. دکتر برتلمن مبهوت شد. او نمی‌توانست به سادگی حرف جی را بپذیرد. او قبل از هر گونه تصمیمی به تحقیقات کامل نیاز داشت. در همین حال با شنیدن اینکه جی در بیمارستان بستری شده است، انگیزهای قوی در دیزی به وجود آمد. او مصمم بود که او را پیدا کند، اما پزشکان اجازه ندادند او آنجا را ترک کند. پس از روزها تحقیق، دکتر برتلمن به کشف تکاندهنده‌ای دست یافت. مادر او واقعاً از اسکیزوفرنی شدید رنج برد. از آنجایی که این بیماری یک مؤلفه ژنتیکی داشت، او قبل از تعیین اینکه آیا دیزی میتواند از بیمارستان مرخص بشود یا خیر، نیاز به ارزیابی روانشناختی از او داشت. دکتر برتلمن برای گفتگوی عمیق با دیزی نشست. او مستقیما در مورد مادرش نپرسید. در عوض از احساسات او نسبت به جهی پرسید. How do you know you love Mr. Wheeler? Have you ever been in love? I'd like to think so, yes. With who? I was married. You still love her. When it happens, you know it's not anything else. سخنان صمیمانه دیزی مانند کلیدی بود که قفل‌های قلب دکتر برتلمن را باز می‌کرد. او تعصبات قبلی خود را کنار گذاشت و با نگاهی تازه به این دختر زیبا و مهربان نگاه کرد. مانند اکثر مردم، می‌دانم که او را دوست دارم، اما اگر از من بپرسید که این عشق از کجا می‌آید، ممکن است نتوانم آن را با کلمات توصیف کنم، زیرا عشق فراتر از زبان است. در قلب ریشه می‌دواند و بی‌صدا در درون رشد می‌کند. اما قلب من، هر تار و پود من، به من میگوید که این عشق است. دیزی روز ترخیصش لباس گلداری را که در شهربازی پوشیده بود به تن داشت. یک دسته گل در دست داشت. پا برهنه به آرامی از بخش بیمارستان بیرون آمد. در گوشه راهرو بالاخره مردی را دید که شب و روز آرزویش را داشت. دیگر نمیتوانستند جلوی احساساتشان را بگیرند. در همان حال قدمهایشان را به سمت یکدیگر تندتر کردند. کانال توتی مووی رو سابسکرایب و دنبال کنید و زنگوله رو بزنین، چون هر هفته چندین ویدیوی جدید براتون داریم و این ویدیو رو به کسایی که بهشون اهمیت میدی بفرست.